سلام، من محمدم. میخوایم با کارن آسون با هم دیگه درست کنیم. سیب زمینی و پیاز و فلفل خرد میکنیم. سیب زمینی رو سرخ میکنیم، سریم قشنگ سرخ بشه. بعدش برش میداریم، پیاز رو تفت میدیم. وقتی پیاز خوب تفت است، فلفل دلمه‌ای بهش اضافه میکنیم خوب تفت بخوره. زردچوبه بهش اضافه میکنیم. ادویه‌های دلخواه هم خواستیم میتونیم فلفل هم اضافه کنیم. بعد این موادتون رو برمیداریم. سویا رو که آب گذاشتیم خیس خورده رو میگیریم سرخش میکنیم. موادمون رو سیب زمینی رو باش اضافه میکنیم. روغن و یکم روغن و رب گوجه هم میتونیم بهش اضافه کنید. خوب همش میزنیم. مواد با هم دیگه یک دست میشن. نمک هم اضافه میکنیم با ادویه‌های دلخواه. یکم دارچین ما اضافه کردیم، شما هم میتونید اضافه کنید اگه دوست داشتید. میذاریم یه 10 دقیقه، یکم آب میریزیم توشون، یه 10 دقیقه میذاریم تفت بخوره تا آبشون خشک بشه. بعدش موادت برمیداریم. بعد این مواد که برداشتیم آب رو میذاریم توش که ماکارونی ها بهش اضافه میکنیم که خوب توش یه ذره روغن میریزیم که بر ماکارونیاتون به همجون نشستن. بعد با شستشویی ردش میکنیم، آب میگیریم روش. که دونه از این نونا که اگه دوست داشتیم میریزید، روغن یکم میریزیم، یکم زردچوبه ما ریختیم، اگه خواستیم میتونیم بریزیم. نونا بذاریم ته قابلمه. بعد موادتون رو میریزیم داخل قابلمه. مواد رو با ماکارونی ها قاطی میکنیم، بعد بریزیم. من یه نون گذاشتم رو فکرم کرم ریختم، شما هم تعدیلش خیلی خوب میشه، خوشمزه میشه. نوش جونت.